بامیه دخترم، برو ببین در دروازه کیست. درست است، ببینم کی است. کوچولو جان، چی شده؟ چی گپ است؟ او بامیه جان، تو از شهر چی وقت آمدی؟ مرا مادرم روان کرد که کمی برنج بگیرم. کوچولو بچیم، چطور هستی؟ مادرت خوب است؟ چطور آمدی؟ سلام خالم، من خوب هستم. مادر، کوچولو پشت برنج آمده. کور هستی؟ نمیبینی راه ره؟ اشتباه شد دیگه، ندیدم. برو گم شو. مادر، این لوده کچالو چرا آمده بود خانه ما؟ من او را خانه ما نبیا گفته بودم. بادرنگ بچیم، کوچولو پشت برنج آمده بود. مادرش روان کرده بود. فکر میکنم باز کوچولو به فهماندن نیاز داره. بادرنگ بچیم، فکرت خراب نکو. برو بشیم، نان میکشم، نان بخو. کوچولو بچیم آمدی؟ خاله گلپیت خوب بود؟ بلی مادر، من آمدم. این برنج آوردم، بگیرین. مادر، روز به روز سن تو بالا میره. خسته میشی، تنها هستی. تو به عروس لازم داری. دختر خاله گلپی هم مقبول و هم کارگر است.